سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم دوباره با یه گیم پلی و یه دونه مرحله از کاریکس استریت که حالا این مرحله بیشتر برای اول بازی مناسبه دوستان. حالا برای وسط های بازی هم که مثلا وسط ها یا حالا آخرا، منم الان وسط بازی هم، تقریبا میشه گفت خوبه چون پول خوبی میده. حالا تقویت هم گرونن، بکنید بتونم بهتون نشون بدم. این نه، اینا نگاه کن، اصلا راحت ترشو بخواید شما ببینید. این هست، نگاه، 5000 تا 3000 تا، دوتا هم از این تله ها. اینجا هم 5000 تا 3000 تا، یعنی جمعا برید رو هم دیگه 16 17 هزار تا در میارید. حالا کلاس بندی هم که باز کنید اون جدا براتون. حالا میخواستید من ویدیوشو میذارم یا اصلا نمیدونم، بذار این کلاس هم نگاه کن، تو خودشون جایزه دارن. حالا شما باید کلام کنید. 5000 تا 3000 تا، مسابقاتش هم 6 7000 تا دیگه. ولی اینا مثلا همینه که الان بهتون گفتم، یا میتونید خودتون برید یا میتونید فست ترول کنید، حالا هر جور که میلتون بودش. الان اینو مثلا من فست ترول میکنم، سریعتر بهش برسیم وقتی ویدیو گرفته نشه. خب دوستان اینجا رسیدیم، اینو میزنیم. این الان 5000 تا میده من این ماشین رو به مقصد برسونم. فقط دوستان این ماشین بالا سمت چپ اگه نگاه کنید، این یارو نباید زیاد به جایی بخورید. یه جای محکم بخورید احتمال داره که بازی دوباره شما رو از اول بیاره. 3 بارم بیشتر نمیتونید از اول. نگاه کن الان 27% شدش، چون این ماشین اومد جلو. یه تستی هم کردیم تا بگیریم. من که همین دیگه چیز خاصی نداره. الان میرسیم به دوستان نشون بدیم. بعضی هاشون دوستان 6 7 کیلومتر 8 کیلومتر دورتره، ولی این حال 4 کیلومتر 5 کیلومتر باشه. آخ آخ آخ، شانسی آوردیم آجی. الان دوستان ما نزدیک ببازیم اگه ترمز نمیگرفتش. اینجا هم همون جور میزنید این نکست. یا 5000 تا، من 19000 تا بودم برای من اومدش. حالا 700 تا هم برای چیز زدیم. این بود از ویدیو امروز دوستان. امیدوارم آموزشی و خوشتون اومده باشه. حالا مسابقات دریفت و این تایم ترالشو حتما میذاریم. اگه حالا میخواستید این کلاس بندی شده هم میذاریم. البته که من حالا تا 3 شو تموم کردم، 3 دریفت رو تموم نکردم هنوز با اون ماشین بنزه. و اینکه تیون و همه چیزا رو دونه بدونه میذاریم دیگه. هر فکر کنم
یه روز در میون، آره یه روز در میون شما ویدیو داریم توی کانال. اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره.